نحوه پر کردن کپسول های کوهنوردی توی ابعاد مختلف 230 و 100 230 و 450 گرمی با رابط شارژ روانگاز. همونطور که مشاهده میکنید داخل بستش یه دونه شلنگ رابط داره به همراه یه دونه درپوش. این طرفش و این سمتش رو به گاز پیکنیکی وصل میکنید و کامل تا انتها میپیچونین، میبندین کامل. این طرف دیگهش هم که سوپاپ دار هست و پیچ سوپاپ هواگیری داره میبندین سر کپسول. بعد مرحله اول تا قبل از اینکه گاز پیکنیک رو باز بکنید یک بار این سوپاپ رو باز میکنید، هواگیری میکنید. بعد از اینکه هواگیری تموم شد سوپاپ ها میبندین و گاز رو باز میکنید و اینطوری 2-3 بار که این مرحله رو انجام بدید گاز کپسول کوهنوردی شما پر میشه. فقط دقت بکنید که هر دفعه‌ای که پر میکنید و کارتون تموم میشه باید حواستون باشه که 1/4 گاز خالی بمونه، به خاطر ایمنی بیشتر کپسول، به خاطر خراب نشدن سوپاپش و یا آسیب ندیدن جداره کپسول. به همین دلیل مثلا این که 230 گرمه شما 170-180 گرم بیشتر نباید پر کنید.